میخوام نحوه تزریق مونجارو رو توضیح بدم. این یه باکس مونجاروه. توجه داشته باشین که داخل این هیچ گونه سرسوزنی وجود نداره و جداگانه باید شما سرسوزن رو تهیه کنید. این سرسوزنه و اینم پد الکلی. این مدلی که من میخوام بهتون توضیح بدم در واقع با هر باری که کامل تزریق میکنید یک دوز نوشته شده روی باکس که باکس من 12.5 میلی گرمه تزریق میشه. همونطور که گفتم داخل باکس فقط بروشور و یک قلمتون وجود داره. این یه قلم مونجاروه دوز 12.5. سرشو باز که میکنین میتونین کل دارو رو ببینید که باید شفاف باشه و تاریخ انقضاش رو چک کنین حتما. یه دونه سرسوزن انتخاب میکنین و این قسمت کاغذی سرسوزن رو جدا میکنین. این داخلش سرسوزن وجود داره. مستقیم وارد خودکارتون میکنین. انقدر میچرخونین تا این قفل بشه و دیگه نمیچرخه. الان توی مرحله قفل. این قسمت بنفش رنگو تو این قسمت پنجره مانند عدد 0 رو میبینید. وقتی که میچرخونین تا انتها که دیگه چرخیده نمیشه، شما عدد 1 رو میتونین ببینید. الان خودکار شما آماده تزریقه و توجه داشته باشین توی مرحله بعد قبل تزریق 2 تا سرسوزن داریم. یکی سرسوزن بزرگ که جدا میکنیم و دومی سرسوزن کوچیک که باید حتما جدا بشه. پن شما کاملا آماده تزریق. میخوام نحوه تزریق مونجارو رو توضیح بدم. همونجور که میبینید پنتون آماده است، قلم مونجاروتون آماده است. این 2 تا سرسوزن رو برمیدارید و بعد از اون محل‌هایی که میتونید مونجارو رو تزریق کنید، این قسمت عضله بازو هستش هر دو سمت و این قسمت خارجی رون پا و 2.5 سانتی متر اطراف ناف هست که میتونید تزریق کنید که بهترین محل این کنار ناف هستش که من الان میخوام اینجا رو تزریق کنم. بعد از اون این محل آماده میکنیم برای تزریق. با یه پد الکلی محل رو تمیز میکنیم. 2.5 سانتی متر کنار ناف حدود 4 انگشت میشه اینجا. محل رو به خوبی تمیز میکنید. با 4 انگشتتون حتما میتونید خودکار بگیرید، نگه دارید و به صورت مستقیم وارد کنید. و بعد از اون با شستتون این محل رو فشار بدین تا انتها. بعد که تموم شد 5 ثانیه میتونید بشمرین و دوباره مستقیم خارج کنید و دوباره محل رو تمیز کنید. و فراموش نکنید که حتما این سرسوزن رو باید خارج کنید که واسه دوز بعدی ممکنه که داروتون از این محل سرسوزن لیک بده. خب میخوام نحوه تزریق مونجارو رو توضیح بدم. همونجور که میبینید پنتون آماده است، قلم مونجاروتون آماده است. این 2 تا سرسوزن رو برمیدارید و بعد از اون محل‌هایی که میتونید مونجارو رو تزریق کنید، این قسمت عضله بازو هستش هر دو سمت و این قسمت خارجی رون پا و 2.5 سانتی متر اطراف ناف هست که میتونید تزریق کنید که بهترین محل این کنار ناف هستش که من الان میخوام اینجا رو تزریق کنم. بعد از اون این محل آماده میکنیم برای تزریق. با یه پد الکلی محل رو تمیز میکنیم. 2.5 سانتی متر کنار ناف حدود 4 انگشت میشه اینجا. محل رو به خوبی تمیز میکنید. با 4 انگشتتون حتما میتونید خودکار بگیرید، نگه دارید و به صورت مستقیم وارد کنید. و بعد از اون با شستتون این محل رو فشار بدین تا انتها. بعد که تموم شد 5 ثانیه میتونید بشمرین و دوباره مستقیم خارج کنید و دوباره محل رو تمیز کنید. و فراموش نکنید که حتما این سرسوزن رو باید خارج کنید که واسه دوز بعدی ممکنه که داروتون از این محل سرسوزن لیک بده.